کلیگ حربی دادگاه عالی تاجیکستان روز 17 فوریه سال 2022 سابق سرباز قطاری قسم حربی 0215 ریاست قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی در ولایت سوخت سویاروف سراجدین اوزوقویچ را بر اساس ماده 104 قسم 2 بند که کودکس جنایتی جمهوری در آدمکشی از اسیات افباشی گناهکار شناخته به 22 سال زندان نظامش سخت محکوم کرد. دادگاه بلافاصله بر اساس قانون عفو 2 سال از حکم زندان سویاروف را کوتاه کرده و به این ترتیب او باید 20 سال را پشت پنجره به سر برد. مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان در شرح این پرونده گفت سویاروف سراجدین 20 آگوست سال 2006 تخمینا ساعت 23:00 دقیقه در جای استقامتیش دهه چلچنار جماعت دیوت سرزم شهر پنجکین از اسیات افباشی باسنگ به سر روی شهروند نوربایف یک چند مرتبه ضربه زده او را قصداً به هلاکت رسانیده است. بعد صادر کردن جنایت خود همان شب غیر قانونی از سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان به حدود جمهوری ازبکستان گذشته سپس به جمهوری قزاقستان رفته تا وقت دستگیر شدنش در آنجا پنهان شده است. سال گذشته سراجدین سویاروف بالاخره از جانب مقامات حفظ حقوق قزاقستان دستگیر گردیده 30 سپتامبر سال 2021 به تاجیکستان استرداد کرده شد. تفتیش پرونده او را سرپرکراتور حربی تاجیکستان انجام داد چون که سویاروف هنگام صادر کردن جنایت آدمکشی هنوز در خدمت حربی قرار داشت. سبب با چنین شیوه بهرمانه کشتن عمدیش از جانب سویاروف دادستانی چیزی نمیگوید. نظر خود محکوم شده و اون نزدیکان و ادوکاتش دسترس نیست.